دادگاه ارمنستان روز 23 آگوست یک سرباز روس را برای قتل خانواده ارمنی در سال 2015 به زندان ابد محکوم کرد. محاکمه والری پرمیاکوف در شهر شمال غربی گومری در نزدیکی پایگاه نظامی روسیه برگزار شد. والری پرمیاکوف که به گناهش اقرار شده است در مرافعه روز 19 آگوست از حق سخن آخرین دست کشید. محاکمه سرباز پایگاه روسیه در ارمنستان 8 ماه طول کشید و یکی از پرونده‌های پرسر و صدا در ارمنستان است. او ماه ینور سال 2015 سلاح و مهمات جنگیش را گرفته از پایگاه فرار میکند و سپس به خانه عائله اویتسیان ها وارد شده 7 عضو عائله را یا هدف تیر قرار میدهد یا کارد میزند. 6 نفر از جمله یک کودک 2 ساله در جای حادثه هلاک شدند و طفل 6 ماهه دیگر چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. والری پرمیاکوف بعد این از صحنه جنایت فرار کرده است و خواسته است به ترکیه برود ولی در مرز ارمنستان با ترکیه بازداشت می شود. ماه آگوست سال 2015 دادگاه نظامی روسیه سرباز را برای فرار از ارتش و قانونشکنی‌های دیگر به 10 سال زندان محکوم کرد و بعداً برای ادامه محاکمه به ارمنستان انتقال داد. قتل بیرحمانه خانواده 7 نفری از دست سرباز روس خشم مردم ارمنستان را برانگیخته و صدها نفر در شهرهای یریون و گومری به ضد حضور نظامی روسیه در کشورشان تظاهرات کردند. اعتراضگران می‌خواستند که محاکمه را دادرس‌های ارمنستان پیش برند ولی محاکمه والری پرمیاکوف در یک قرارگاه پایگاه نظامی روسیه در گومری صورت گرفت و حالا معلوم نیست حکم زندانش را او در کجا ادا می‌کند. رسانه‌های ارمنستان گفته است ممکن است سرباز برای ادای جزا بر روسیه فرستاده شود. در واحد نظامی روسیه در گومری که پایگاه استراتژیکی در قفقاز جنوبی و حساب می رود 3000 سرباز خدمت می کنند. خود انگلیزانی убежали. Я тебе ничего не говорили вам. Не сказали. در تاجیکستان که میزبان پایگاه بزرگ نظامی روسیه است، حادثه‌های شبیه رخ دادند و از جمله یک سرباز روس را برای قتل بیرحمانه شایره جابیر و دختری تاجیک امسال به 12 سال زندان محکوم کردند. از این پیشتر الدر سخاپوف و فیودر باسیموف 2 افسر پایگاه 201 روسیه را برای سر بریدن یک راننده تاکسی در دوشنبه از 13 تا به 17 سال زندان محکوم کردند. همه این افسران برای ادای حکم به روسیه فرستاده شدند چون بر اساس قرارداد دو جانبه درباره حضور پایگاه 201 در تاجیکستان سربازان روس از حق مسئولیت برخوردارند.